جناب آقای علی کرد، نماینده محترم خاش و میرجاوه، کورین و نصرت آباد. جناب آقای کرد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران شایسته ذات اقدس خداوندی که بشر را اشرف مخلوقات آفرید و او را به زیور عقل و دانش مزین ساخت. درود بر منزی عالم بشریت، مفخر موجودات و تتمه دور زمان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که در مکتب آسمانی و پویای اسلام شاگردانی تربیت نمود که در اندک زمانی از تاریخ جهان پرچم پرافتخار اسلام را بر بلندترین قمر گیتی به اهتزاز درآوردند و بر بحر فرمانروایی کردند. سلام بر روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری که با راهنمایی و رهبری داعیانه خود کشتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در دریای پرتلاطم جهان کنونی به سوی ساحل نجات رهبری نمودند. آرزوی توفیق دارم برای دولت کریمه و خدمتگزار تدبیر و امید. لازم می‌دانم از اعتماد نظام جمهوری اسلامی در تایید آرای مردم فهیم شهرستان خاش و حوزه انتخابی این جانب تقدیر و تشکر نمایم. امید است خادمی با تقوا، امانتدار، با وفا، صادق و پل ارتباطی محکم بین نظام و مردم بزرگوار باشم. از درایت، هوشیاری، آگاهی و شعور سیاسی مردم حوزه انتخابیم در روز حماسه‌ساز 7 اسفند به خاطر مشارکت بالا با رعایت اخلاق انتخابات و نظم و انضباط در پای صندوق‌های اخذ رأی سپاسگزاری ویژه بنمایم. اجازه می‌خواهم به اطلاع برسانم که شور و مشورت در آیین اسلامی اسلام جایگاهی بالا دارد، تا آنجا که خداوند در سخنان گوهربار خویش 2 بار از این امر مهم تحت عناوین و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر یاد کرده است و سوره از کتاب آسمانیش به نام شورا نامیده است و رسول گرامی اسلام هم در احادیث گوهربارش به امر شورا و مشورت تاکید فرموده است و دستور داده است تا امت اسلامی شور و مشورت و مجلس شورا را در لوحه کار خود قرار دهند. همکاران گرانقدر، آقایون و خانم‌ها، همان گونه که استحضار دارید بنا به فرمایش امام راحل مجلس در رأس همه امور است و برای ورود مجلس میزان رأی ملت است. برایم جای نباهات و افتخار است که با لطف و احسان خداوند نماینده و منتخب و خدمتگزار مردم شهر مرزی خاش، میرجاوه، بخشهای کورین و نصرت آباد در خانه ملت میباشم. برادران و خواهران همکار، مردم شهری که این جانب را به عنوان خادم خویش در مجلس دهم به خانه ملت فرستادند، مردمی فهیم، فرهنگی، فرهیخته، مهمان نواز، مرزدار، متحد به نظام جمهوری اسلامی و کیان ایران بزرگ و سربلندی باشند. شغل این مردم قانع و صبور و وطن دوست بیشتر کشاورزی، صنعتگری، دامداری و کارمندان دولت و بعضی از شغل‌های مشروع آزاد است که با پتانسیل‌های بالقوه که در این شهرها وجود دارد میتوان آنها را
با کمک دولت محترم بالفعل برآورد و زندگی این مردم قدرشناس را بهبود بخشید. ما گفته نماند که این حقیر همان گونه که در روز افتتاح مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردن برای بهبود وضع مردم حوزه بزرگ انتخابی خویش از هر جهت با همکاری و همدلی شما و همکاران خوب سعی و تلاش خواهم کرد تا انشاءالله در این راستا بتوانم گام‌های ارزنده و خوبی بردارم. نمایندگان گرانقدر، شهرستان خاک دارای قدمت دیرینه‌ای است و در عصر نادرشاه افشار بنا شده است و در دوره قاجاریه به علت عدم حاکمیت دولت مرکزی برخاست دور تجاوز ارتش کلاسیک و سازندان مسلح بریتانیای کبیر را بر جبین دارد. مردم این سامان در قالب طوایف غیرتمند 100 سال پیش، یعنی در سال 1316 میلادی، درسی عبرت‌انگیز به تجاوز بیگانه دادند و با 24 نفر از جنگجویان حماسه‌ساز طوایف خاص بیش از 320 تن از نظامیان انگلیس را در دره معروف مالک سنگان خاص غافلگیر کردند و از پای درآوردند. آنان با دادن 2 شهید شر روباه مکار تیر را برای همیشه از سر مردم این منطقه پر افتخار کوتاه نمودند که استخوان‌های پوسیده آنها هنوز موجود است و تاریخ هم بر این امر بزرگ گواهی باشد. همکاران عزیز و گرامی، در اولین ماه بهار امسال، یعنی 15 فروردین ماه، همه مردم ایران سربلند شاهد فداکاری معلم فداکار شهر خاص بودند. شهید حمیدرضای گنگوزهی در روستای صفر مرزی روتک برای نجات جان دانش آموزان خود جان خود را در آتش عشق به انسانیت سوزاند و نام خویش را چون دهقان فداکار در تاریخ سربلند ایران جاودانه ساخت. در ماتمش گریان شدند همکار و شاگردان همه. از جان گذشتی چون حسین از این دیار گنگوزهی. شاگردهای خوب تو هر روز بیادت در کلاس یادش کنند هر لحظه ای چون نوبهار گنگوزهی. آری گنگوزهی جناب آقای کرد وقتتون تموم شد. جنبندی بفرمایید. بهار فداکاری را بالد و چون جورای بهشت نودوسی را زیر سایه خویش بگیرد و مصداق شعر شیخ بزرگ شیراز شود که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش به یک گوهرند. چون عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که مهنت دیگران بیغنی نشاید که نامت دهند آدمی. نمایندگان محترم در خانه ملت، حوزه جنبندی بفرمایید. استان پهناور سیستان و بلوچستان بسیار گسترده و از کهورک و شورگرد استان کرمان شروع و به روتک مرز پاکستان ختم می شود. به همین گستردگی مردم منطقه مطالبات دارند که در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن با اصالت از خداوند و همدلی و همکاری به گیر خواسته های آنان خواهی بود و شما عزیزان و دولت کریمه در راستای اجرای تنظیمات موظف ولایت اقدام و عمل برای رفاه مردم منطقه عنایت خاص و بذل توجه خواهد فرمود. مطالبات مردم شریف حوزه انتخابی این جانب در خاص، نصرت‌آباد، میرزاوه. خیلی ممنون دیگه فرصتتون تمام شد. نه دیگه 2 دقیقه اضافه صحبت کردیم. در خاص 2 توسعه واحدهای صنعتی در خاص، نصرت‌آباد، میرزاوه، پورین و نوک‌آباد. 3 توسعه و دیگه آقای فرصت واقعا وقتتون تمام شد. نفر بعدی اعلام بکنید. متشکرم. وقتتون تمام شد. نفر بعدی بفرمایید. متشکرم. ناطق بعدی جناب آقای شمس‌الله. تشکر میکنم آقای کرد. بقیه رو به